برای من حقوق مردم مهم. من قاضی هستم. اگر مدیر توجه نکنه هرگز مماشات، اغما، تساهل و تسامح نخواهم کرد. مدیران خسته و مدیران بی‌حوصله و این دستگاه حقوق ما را داره تضییع میکنه. این دستگاه به حقوق ما توجه نیست. کسانی که در بخش خصوصی کار میکنن در بخش دولتی کار نکنن. تقویت انگیزه، حمایت ارشد، مدیران ارشد هست. گفتم پناهگاه مردم باید باشه. اینجا بر اساس خواسته مردم و منویات مردم و نیت قانونگذار. رسانه ها در واقع امین حاکمیت و مردم هستند. سردارم در واقع قول داده به ما با توجه به که عید هم در پیش داریم نسبت به زیباسازی شهر، به جلوه‌گری شهر و ترمیم اسفالت انشالله شروع به کار میخواد. یکی از مطالبات مردم در حوزه سلامت بحث اعتبار را به میان میکشند. اما ما در خیلی جاها بودجه داریم. به حوصله بودن برخی از مدیران سبب شده که اون تلاش صادقانه، خالصانه، مسئولانه پزشکان خدمتگزار ما، پرستاران نجیب ما ذبح بشه، در نزد چشم مردم نادیده گرفته. فراتر از این تکالیف قانونی بذاره، طبیعی است مواجه با قانون میشه. دکتر آقای بازرس کل استان گیلان. نبض خبر .ir